إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. قریشی ها از این پس از دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم که نو شروع شده بود می ترسیدند. دعوت آشکارا در حال پهنشوی بود و نتیجه خوب هم می داد. برای اهل قریش مصیبت کلان از همه این بود که بعد از چند روز موسم حج فرا می رسد. آنهایی که برای حج آمده بودند از دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم آگاه شدند. شاید به آنها تأثیر کرده باشد. اکنون قریش چیکار باید کند؟ مردی را با نام ولید ابن مغیره به نزد خود خواندند. گفتند ای مغیره، تو شنیده ای که محمد صلی الله علیه و سلم با ما چی کرد و میدانی که بین برادر با برادر و پسر با پدر چی کرد. یک سخن درباره او بگو که عرب آن را از تو بشنود و از نام تو پهن کند. گفت اول شما سخن بگویید، من فکر شما را بشنوم. گفتند چی می شود بگوییم؟ آنچه محمد میگوید این کار کاهنان است. او کاهن است. گفت من کاهنان را می شناسم، آواز و طرز خواندن آنها را می دانم، به خدا سوگند که او کاهن نیست. یک سخن دیگر بگویید. گفتند چی می شود دیوانه اش بنامیم؟ گفت به خدا سوگند که او دیوانه نیست. من دیوانگی دیوانه ها و وسوسه آنها را می دانم، او دیوانه نیست. گفتند سخنهای او را شعر می نامیم. گفت من شعر را می دانم، تمام نمود شعر را می دانم، آهنگ و طرز نوشتی آن را می دانم. به خدا سوگند آنچه که او می گوید شعر نیست. گفتند چی می شود جادوگرش بنامیم؟ گفت من جادو و جادوگران را می دانم، تمام عملهای آنها را می دانم. به خدا سوگند آنچه که او می گوید جادو نیست. گفتند این طور باشد تو چی می گویی ای ولید؟ تو درباره سخنان محمد چی می گویی؟ گفت به خدا سوگند من سخنان او را شنیدم. گفتند خوب چی میگویی درباره او؟ گفت به خدا سوگند در آن یک حلاوتی است، سخنهای زیبایی است، چه سخنهای پرمعناست، سخنهایی است که بهتر از آن کسی نمیگوید و هر کسی که ضدش براید سخن او آن را نابود میسازد. گفتند ای ولی تو چی ها میگویی؟ او مشرک بود، لکن وقتا که قرآن را شنید در حیرت افتاد، زیرا او خود مردی با فصاحت بود، زبان عربی را خوب میدانست و سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم را خوب درک میکرد. درباره سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین گفت. گفتند ای ولید درباره او یک سخنی بگو، اگرچه دروغ باشد، حقیقتی هم نداشته باشد. او در فکر فرو رفت، هرچند فکر میکرد به ذهنش چیزی نمی آمد. گفتند ای ولید چیزی بگو. گفت بگوید که این سحر است، او را دروغگو بگویید. گفت به مردم بگوید که او ساحری است که بین پسر و پدر، برادر و خواهر، شوهر و همسر و بین مردم و قبیله هایش جدایی انداخته است. خداوند درباره او این آیه ها را نازل کرد. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. والرب عز خداوند اینجا ولید را در حال وصف میکند که او روی راست با پیامبر صلی الله علیه و سلم تهمت زده بود. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. خداوند در حق ولید میگوید سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. اینجا کافران قریش سخن او را تصدیق کردند و این تهمت را همچون سلاح بر ضد پیامبر گرفتند و آن را بین مردم پهن کردند. قبیله ها به حج آمده بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به خیمه های آنها می رفت. همراهش کی بود؟ ابوبکر رضی الله عنه بود. به نزد هر خیمه می رفت و می گفت ای مردم لا اله الا الله بگویید تا نجات یابید. کی مرا در راه دعوت به سوی خدا کمک می کند؟ زیرا قریش مرا از دعوت به سوی پروردگارم منع کرده است.
ابولهب که از پسش میرفت میگفت به او اهمیت ندهید، او دیوانه است. همین طور قریشی ها میان مردم این آوازه ها را پهن کردند که این مرد ساحری است که بین پسر و پدر و برادر و دادر جدایی انداخته است. این تهمتی بود که به پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم زدند، لیکن آنها با این تهمتی کرده اشان پیروز نشدند. روزه مشرکان در نزد کعبه نشسته بودند و درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنها می گفتند. یکی از آنها گفت این صبری که ما نسبت به محمد داریم پیش از این چنین صبر نداشتیم. دین و خدایان ما را دشنام و تحقیر می کند و آرزوهای ما را برباد می دهد و ما این کاری او را صبر داریم. وقت آنها مشغول به گفتن این سخنان بودند که ناگهان پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنجا آمد و به سوی رکن رفت، آن را بوسید، نزد کعبه همان سنگ سیاه را. سپس در گرد کعبه طواف کرد. به بت‌های آنها و خود آنها اهمیت نمیداد. پدر و مادرم فدایش صلی الله علیه و سلم با دین خودش فخر میکرد و از گفته های مردم پروایی نداشت. وقتی که طواف اول را تمام کرد و از پیش آنها میگذشت، او را با چشمانشان میپیسانیدند، او را دشنام داده به او سخنهای ناجا میزدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها جواب نمیداد. روی پیامبر صلی الله علیه و سلم تغییر یافت. وقتی که طواف دوم را کرد و از نزد آنها میگذشت، آنها همان کارشان را تکرار کردند. این بار پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها جواب نداد. وقتی که در طواف سوم از نزدشان میگذشت، آنها دشنامش دادند. اینگشت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو به سوی آنها کرد. وقتی به آنها نزدیک شد، همگی خاموش شدند. گفت ای جماعه قریش، آیا شنیدید؟ ای جماعه قریش، آیا شنیدید؟ قسم به ذاتی که جان محمد در دستان اوست، آمدم تا شما را هلاک سازم. میرسد روزی که میان ما و شما جنگ در راه خدا صورت میگیرد. روایت کننده این سخنان میگوید من آنها را در حال دیدم که چنان ترسیده بودند که گویا بالای سرشان پرندگان ایستاده باشند. آرام شدند و از ترس شخ شده بودند. حتی یکی از آنها گفت ای ابو قاسم، تو مردی رشیده هستی، برو به خدا سوگند که تو نادان نیستی. برو به خدا سوگند که تو نادان نیستی. در روز دوم باز همان کارشان را در حق پیامبر صلی الله علیه و سلم کردند. آنها همدیگر را از پیامبر صلی الله علیه و سلم برحذر می داشتند. وقتی دیدند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در نزد کعبه بود، بدبخترین قوم از جایش خیست. رفت کرته‌اش را در گردن پیامبر صلی الله علیه و سلم ماند و او را بوغی کرد. کی را بوغی کردند؟ بزرگترین مخلوق خداوند را. کی را بوغی کردند؟ دوستی خدا را. کی را بوغی کردند؟ رحمت را که خداوند برای عالمیان فرستاد. او را چنان بوغی کردند که قریب بود بمیرد. صلی الله علیه و سلم. کی آنها را دید؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه. شتابان به نزد آنها رفت و آن مرد را زد و او را از پیامبر صلی الله علیه و سلم جدا کرد. پیامبر را نجات داد. سپس ابوبکر رضی الله عنه گفت أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. سپس مشرکان پیامبر صلی الله علیه و سلم را گذاشتند و به ابوبکر چسبیدند. او را چنان زدند که به زمین افتاد و از سر و رویش خون جاری می شد. مردم گمان کردند که ابوبکر مرده است. او را برداشته به خانه اشان بردند. شب بود. وقتا که مادر ابوبکر که آن وقتها ایمان نآورده بود به او می گفت ای پسرم چیزی بخور. گفت به خدا سوگند چیزی نمیخورم تا اینکه رسول خدا را ببینم. در آخری شب او را برداشتن از پیامبر صلی الله علیه و سلم که در خانه ارقم بود بردند. وقتا که در آمد، ابوبکر خود را در آغوش پیامبر صلی الله علیه و سلم پرتافت و او را بوسید. پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین آزار و اذیت میدید. او را ساحر گفتند، دیوانه اش گفتند، او را کاهین گفتند و خداوند ذوالجلال گفت إنا كفيناك المستهزئين.
او را آزار میدادند، مسخره میکردند، دشنامش میدادند، چی کارهایی در حق او نکردند. با وجود این همه پیامبر صلی الله علیه و سلم همانا صبر میکرد و او استوار بود و همه دشواری ها را تحمل میکرد. در یکی از روزها از خانه اش به سوی کعبه برآمد. او را از حد زیاد و دشنام و حقارت میکردند و آزارش میدادند. صلی الله علیه و سلم بسیار غمگین شد، دلش تنگ شد، به خانه اش بازگشت، خودش را به جامه اش پیچانید و خداوند این آیه ها را نازل کرد. یا ایها المدثر، یعنی ای جامه به خود پیچیده، برخیز، خواب نکن، از این پس آرام منشین. یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. چرا این کارها را بکنم؟ ولربك فاصبر. صبر کن ای محمد صلی الله علیه و سلم، تنها به خاطر خداوند ذوالجلال صبر کن. تو صبر کن و پاداش صبر در دست خداوند است. از کار آنها غمگین مشو، از مکر و دسیسه هایی که آنها میکنند دلتنگ مباش و خداوند همراه کسانی است که آنها پرهیزگار و نکوکارند. همین طور پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت خود را دوام میداد و با آزار و اذیت آنها اهمیت نمیداد. حقارت و دشنامش میدادند و از چشم آنها نیز در امان نمانده بود. و بدرستی که کافران نزدیک بودند که چون قرآن را شنیدند تو را به چشمهای تیز خود بلغزانند، حتی که از چشم آنها در امان نمانده بود، لیکن خداوند او را بسنده و محافظ بود. وقتا که اسلام در مکه پهن می شد و آهسته آهسته قوت می گرفت، یکی از سرداران آنها ابو ولید عتبه ابن ربیعه به قومش گفت: شما دیدید که محمد با شما چی کرد؟ آیا می خواهید من با شکایت نزدش بروم؟ گفتند برو ای ابو ولید. او پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و با او گفت: ای پسر برادرم، خودت میدانی که چی کاری در حق قومت کرده ای؟ آنها را از هم جدا کردی، دین و خدایان آنها را دشنام دادی، پدران آنها را کافر حکم کردی، چی کارهای در حق آنها نکردی؟ من نیز با شکایت از تو پیشت آمدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: بگو ای ابو ولید. گفت: ای محمد، با آنچه که تو آمده ای، اگر به واسطه آن مال میخواهی، ما همه از مالهای خود برای تو جمع میکنیم و تو از ما دیده بایتر میشوی. و اگر با این کارت آبرو میخواهی، ما تو را یکی از سرداران میگذاریم و هیچ کاری را بدون مشورت با تو انجام نمیدهیم. اگر پادشاهی میخواهی، تو را به خود پادشاه میکنیم و اگر تو را بیماری است، برایت یک طبیب خوب را میآریم و تو را طبابت میکنیم. همین طور او با پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشنهادها میکرد. وقتا که تمام کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: آیا همه سخنهایت را گفتی ای ابو ولید؟ گفت: آره. گفت: اکنون اجازه است که من چیزی بگویم؟ گفت: بگو ای پسر برادر. اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها با زبان قرآن با او سخن گفت. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم. تنزیل من الرحمن الرحیم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. پیامبر صلی الله علیه وسلم تلاوت میکرد و عتبه باشد تنها گوش میکرد. قرآن با او تأثیر کرد، زیرا او عرب بود، میفهمید معنای قرآن را. پیامبر صلی الله علیه وسلم تا این آیه رسید: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. اینجا ابو ولید عتبه ابن ربیعه ترسید و گفت: ای محمد، خداوند تو را رحمت کند بایست.
بس است ای محمد، بازی است. ترسید که پیامبر صلی الله علیه وسلم آیه را تا به آخر بخواند. او میدانست که معنای صاعقه چیست. صاعقه عاد و ثمود را میدانست. گفت خداوند تو را رحمت کند، دیگر نخوان. سپس از نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم برآمد و او را کافران قریش دیدند و به یکدیگر گفتند او نه به آن چهره‌ای که به نزد محمد در آمده بود برآمد. سپس به نزدش رفتند و او گفتند چی شد ای ابوولید؟ گفت به خدا سوگند که سخنان گفته او نه شعر است و نه سحر و نه از کاهنان است. ای قوم بشنوید که من چی میگویم. با او کاردار نشوید و او را به عربها بسپارید. اگر عربها با او غالب برآمدند این به فایده شماست و اگر محمد غالب برآمد آبروی او آبروی شماست و ملک او ملک شماست. مردم از اطراف او رفتند در حالی که می گفتند عتبه را سحر کرد، او را محمد صلی الله علیه وسلم سحر کرد، او را محمد سحر کرد. در یکی از شب‌های مکه سرداران قریش در پیش کعبه جمع شدند. عتبه ابن ربیعه و شیبه ابن ربیعه، نضر ابن حارث، ابو جهل، ابو البختری ابن هاشم، ابو سفیان، عاص ابن وائل و غیر اینها دیگر سرداران قریش گفتند اگر ما با محمد صلی الله علیه وسلم گفتگو کنیم شاید او از این کارش باز ایستد. محمد صلی الله علیه وسلم را به آنجا دعوت کردند. در آن شب پیامبر صلی الله علیه وسلم در میان آنها نشست در پیش کعبه. گفت چی میخواهید؟ گفتند ای محمد تو خود میدانی که با ما و قوم ما چی کردی. ما را از هم جدا کردی، دینی ما را دشنام دادی، خدایانی ما را دشنام دادی، پدرانی ما را دشنام دادی. هیچ کسی را ندیدیم که با قومش آن کاری را که تو با ما کردی کرده باشد. اگر تو مال میخواهی، زن میخواهی، هر چیزی که از این دنیا میخواهی به تو میدهیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم در جواب به آنها گفت من برای این چیز فرستاده نشدم. خداوند مرا به رسالت فرستاده است. من برای شما نصیحتگری هستم. من شما را دعوت میکنم اگر پذیرفتید این نجات است برای شما در دنیا و آخرت و اگر نپذیرید من صبر میکنم تا آن دم که خداوند میان من و شما حکم برآورد. گفتند اگر تو راست میگویی و در دعوتت اینقدر استواری، میدانی که مکه را کوه‌ها احاطه کردند. از خدایت بخواه تا این کوه‌ها را زینت دهد و برای ما نیز دریایی که در شام و عراق است جاری گرداند تا شاید ما از این خیر برای خود در این دنیا بگیریم. پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنها جواب داد من برای این کارها فرستاده نشدم. من با رسالت از جانب خدا آمدم و برای شما نصیحتگری امینی هستم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. سپس با او گفتند ای محمد ما میبینیم که تو در بازارها میگردی و مثل ما کار میکنی و هیچ برتری از ما نداری. اگر تو پیامبر میبودی چگونه ای که خودت گمان میکنی چرا خدایت برای تو باغها و خیرهای زیاد نمیدهد چنانه که به ما داده است؟ أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا قال يا قوم. گفت ای قوم به خدا سوگند که من برای این چیز فرستاده نشدم. من به رسالت از جانب خدا فرستاده شدم و من برای شما نصیحتگری هستم. اگر شما قبول کنید خوب و اگر نه من صبر میکنم تا خداوند میان ما حکم کند. گفتند ای محمد به آسمان نگر، پاره از این آسمان را چون عذاب برای ما بیار، یا اینکه خدایت را به ما نشان بده یا فرشتگانش را نشانمان بده. كما تزعم أو الملائكة أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. قال اما هذا. گفت این کارهایی که شما میگویید در اختیار من نیست. این همه در دست خدا است. اگر خواهد میکند و اگر نخواهد نمیکند. به این صبر پیامبر صلی الله علیه وسلم نگرید که با آن قومش را تحمل میکرد.
سرداران قریش را تحمل میکرد. آنها در حقش چی کارهایی نمیکردند، اما او صبر میکرد. پدر و مادرم فدایت صلی الله علیه و سلم. سپس آنها طلبهایشان را دوام دادند. گفتند ای محمد، میخواهیم که تو یک خانه از طلا داشته باشی یا اینکه در آسمان پرواز کنی. حتی اگر آسمان برایت گشاده شود و راه برای تو شود، به تو ایمان نمیاریم. حتی اگر با کتابی که ما خوانده میتوانیم برگردی، به تو ایمان نمیاریم. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء. راه برای تو گشاده شود و ما بینیم که تو به آسمان میروی. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. رد عليه پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنها جواب داد. گفت سبحان الله، من نیز بشر هستم. انما انا بشر. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا هل كنت إلا بشرا رسولا. سپس آنها را ترک کرد. بعد از اینکه سخنان خداوند را به آنها رسانید، از نزد آنها رفت صلی الله علیه و سلم. هرگاه که مشرکان با پیامبر صلی الله علیه و سلم تهدیدها میکردند، آنها را با منطق و دلیلهای قوی رد میکرد. آزارش دادند، عذابش دادند، لیکن او صلی الله علیه و سلم با گزاریدن نمازهای شب از خدا میخواست تا برایش صبر دهد و خداوند برایش این آیه ها را فرستاد. فاصبر صبرا جمیلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. یعنی آنها روز آخرت را دروغ و آمدنش را بعید می‌دانستند، لیکن ای محمد صبر کن، آن روز خیلی نزدیک است. وقتا که مشرکان دیدند که کاری با محمد کرده نمی‌توانند و هرگاه چیزی به او میگویند با دلیل‌های محکم سخن‌های آنها را رد می‌کند. آیه‌ها نازل می‌شد و سخن‌های آنها را رد می‌کرد. آنها گفتند دیگر حیله برایمان نمانده مگر اینکه نزد راهبان یهودیان که در مدینه هستند برویم. آنها از راهبان یهودیان چی میخواستند؟ گفتند بر ضد محمد صلی الله علیه و سلم و اصحابش از آنها کمک میخواهیم. الله اکبر. ای کفار قریش، ای کی باز شما این جانب از آن راهبان کمک میخواهید؟ چه علاقه بین شما و آنها وجود دارد که شما از آنها کمک میپرسید بر ضد محمد؟ بر ضد محمدی که شما خود او را صدیق و امین نام میبردید و او یکی از پیشوایانتان است. کافران قریش نضر ابن حارث و عقبه ابن ابو معیط را به سوی راهبان یهود فرستادند. آنها از مکه برآمدند، به سوی مدینه رهسپار شدند تا از راهبان یهودیان بپرسند که ما با این مرد چیکار کنیم؟ تا چه حد راست میگوید؟ وقتا به نزد آنها رفتند، با آنها نشستند. راهبان از آنها پرسیدند چی میخواهید؟ گفتند ما درباره مردی که میان ما است و گمان میکند که او نبی است پرسیدنیم. نامش محمد ابن عبدالله است. و یهودیان میدانستند که این همان زمانی است که در آن نبی میبراید، بلکه در کتابهایشان درباره وصف پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. او را از فرزندانشان دیده خوبتر میشناختند. لیکن آنها از روی حسد و بدبینی که محمد از میان آنها نبرآمده است به نضر ابن حارث و عقبه ابن معیط گفتند از این مرد سه چیز را بپرسید. اگر او جواب داد پس او نبی است و اگر جواب نداد پس بدانید که او یک دروغگو است. هر کاری که میخواهید با او بکنید. گفتند آن سه سوال چیست؟ سوال اول این است که از او درباره جوانانی بپرسید که با یک طرز عجیب ناپدید شدند. کیستند آن جوانها؟ سوال دوم از مردی که در اطراف مشرق و مغرب زمین طواف میکند از او بپرسید آن مرد کیست؟ اما سوال سومی باشد او را از روح بپرسید چیست آن؟ اگر به این سه سوال جواب داد پس بدانید که او نبی است و اگر نه پس بدانید که او مردی است که شما را فریب دادنی است و هر کاری که میخواهید با او بکنید. نضر و عقبه با این سوالها به مکه برگشتند.
کافران آمدند تا از پیامبر صلی الله علیه وسلم جواب این سوالها را بپرسند. از جوانی که ناپدید شدند و این یک کاری عجیب بود، و از مردی که در اطراف زمین در مشرق و مغرب آن طواف میکند، و از روح. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت من فردا به شما جواب خواهم داد. پیامبر رفت اما وحی نازل نشد. چون فردا شد کافران نزدش آمدند گفتند کنی جوابهای تو؟ گفت فردا به شما جواب میدهم. وحی نازل نشد. همین طور 15 روز گذشت و پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنها میگفت فردا جواب خواهم داد، اما وحی نازل نمیشد. حتی که کافران به مردم گفتند ببینید که ما محمد را چگونه عاجز گردانیدیم. اینجا خداوند خواست به پیامبرش تعلیم بدهد هرگاه که فردا گفت باید ان شاء الله، یعنی اگر خدا خواهد بگوید. لیکن پیامبر صلی الله علیه وسلم فراموش کرد تا این را بگوید. وقتی که بعد از 15 روز جبرائیل علیه السلام آمد، پیامبر صلی الله علیه وسلم از او پرسید کنی جوابهای آنها چرا دیر کردی؟ جبرائیل علیه السلام گفت ما تنها به اذن خداوند ذوالجلال فرود می آییم. هرچی از پیش و پس ماست از آن اوست و پروردگاری تو فراموشکار نیست. سپس به او گفت و درباره چیزی مگو که آن را البته فردا خواهم کرد مگر آن که گویی خدا خواهد، یعنی بگو ان شاء الله. جواب زود از نزد خداوند برایت می آید. اما جواب آن 3 سوال را خداوند فرستاد. آن جوانانی که ناپدید شدند این است جوابش: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سوره کهف نازل شد و به پیامبر صلی الله علیه وسلم جواب سؤال آن جوانان را داد. اما درباره آن مردی که طواف میکرد خداوند این آیه را نازل کرد: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. سپس به آنها قصه ذوالقرنین را نقل کرد. آنها گفتند درباره روح چی؟ به آنها چنین جواب داد: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بهذه الإجابة با شنیدن این 3 جواب کافران ناامید شدند و هرگاه که آنها در میان مردم شبهه ایجاد میکردند قرآن به آنها جواب داده است. بلکه ابو جهل وقتی که سخن خداوند را شنید که میگوید بر آتش جهنم 19 تا فرشته عذاب است، این سخن را به تمسخر گرفت. گفت 10 تای این فرشتگان از شما و باقی مانده اش را من جواب میدهم. و خداوند این آیه را فرستاد: وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه. این کاری شوخی و سهل نیست، چنانه که تو تصور میکنی. آنها عذابند، آنها فرشتگان جهنمند. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین كفروا. هرگاه شبهه وارد کردنی میشدند قرآن به آنها جواب میداد. نضر ابن حارث یک مغنی داشت. هرگاه میدید که پیامبر صلی الله علیه وسلم با کسی قرآن تلاوت میکند آن مغنی خود را میفرستاد تا موسیقی بنوازد و هوش آنها را از قرآن دور سازد. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. غیر از این هرگاه که میدیدند پیامبر صلی الله علیه وسلم قرآن تلاوت میکنند داد میزدند، با آوازی بلند سخن میگفتند تا خلل ایجاد کنند و مردم او را گوش نکنند، زیرا تأثیر قرآن را میدانستند. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. در هر چیز و هر کار شبهه می انگیختند. هرگاه چنین میکردند قرآن می آمد آنها را مغلوب میگردانید. حتی که میدیدند پیامبر صلی الله علیه وسلم به بازار میرفت و طعام میخورد میگفتند این چگونه نبی است که در بازارها میگردد؟ این چگونه نبی است که طعام میخورد؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. الله اکبر. حتی نمیگذارد که او بخورد، حتی نمیگذارد که او در بازار بگردد. وای بر شما،
همین طور جواب قرآن همیشه برای مشرکان تیار بود و کافران هیچ مسئله پیش تو نآورند مگر آنکه جوابی راست و در بیان نکوتر پیش تو بیاریم. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب